بسم الله الرحمن الرحیم. ای صبح امید یا ابا عبدالله، ای شاه شهید یا ابا عبدالله، در عالم دل مدح تو می فرماید قرآن مجید یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام هم نفسه یاد خدا، مردم خوب و مهربان، عزادارا و دلداده های حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. الهی کارتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به این نوبت از یاد خدا که همچنان هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد دردانه خدا آقا امام حسین علیه السلام است. و انشاءالله از امشب به مدت 5 شب محضر استاد عزیزم حجت الاسلام والمسلمین هدایت عزیز و نازنین خواهیم بود. یه سوالی که چند وقتی ذهنم رو درگیر کرده از محضرشون انشاءالله خواهم پرسید. خواهش میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. السلام علی المحامی بلا محیط، السلام علی الشیب الخزیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیب، السلام علی الثغر المقروع بالغزیر، السلام علی الراس المرفوع، السلام على الأجسام العاريات في الفلوات، تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفوفين حول قبتك، الهافين بتربتك، الطائفين بعرستك، الواردين لزيارتك. السلام عليك. هر کی قصد زیارت داره بسم الله. فإني قصدت إليك ورجوت الفوز لديك. السلام عليك سلام العارف بحرمتك، المخلص في ولايتك، المتقرب إلى الله بمحبتك، البريء من أعدائك. سلام من قلبه بمصابك مغروب ودمه عند ذكرك مسفوح. ای رحمت عام یا ابا عبدالله، ای ذکر مدام یا ابا عبدالله، حالا که نشد حرم بیایم از دور سلام یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الهی که خیلی زود یه همچین شبی، شب جمعه، شب زیارتی از اربابمون، زیارت پروپیمون درست درمون با معرفت نصیب و قسمت هممون، همه آرزومندان بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب شب ششم محرم الحرام، این شبها شبهای ابراز و اظهار شادی نیست، اما من نمیتونم خوشحالی خودم رو پنهان بکنم از این بابت که بالاخره بعد از مدت‌ها
که در یاد خدا این عزیز رو زیارت نکرده بودیم، امشب زیارتشون میکنیم. اونم کجا؟ توی شهر مقدس قم و در امامزاده شاه سید علی. باعث افتخار امشب خدمت حاج آقای هدایت هستم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت شما آقای اسدرضای عزیز. مخلصی. همه بینندگان عزیزم انشاءالله که موفق باشین. تسلیت عرض میکنم، محضر شما، محضر همه بینندگان. انشاءالله عزاداریاتون قبول باشه. بعد فرمودین شب ششم محرم هست، هرچه نزدیک میشیم به روز عاشورا به هر حال عذاب و غم و قصه بر دلها بیشتر سنگینی میکنه. ولی باز شما یه اشاره خوبی رو کردیم، من دارم میخواد از همین اشاره استفاده بکنم. این عذاب و این خلاصه ناراحتی برای امام حسین علیه السلام جنسش با قصه های برای امور دنیوی فرق میکنه. خیلی امر دنیایی قصهش نوعی قفس و گرفتگی است، اما اینجا اون حزن و اندوهی که بر دلها هست نوعی آزادگی از غمها و قصه های دنیاست. خدا رحمت بکنه حاج اسماعیل آقای دولابی، ایشون فرمودن که گرفتار امام حسین یعنی گرفته یار. آره. یعنی فرد آنچنان اسیر این بارگاه میشه که از همه اسارت ها نجات پیدا میکنه و گرفته روی محبوب میشه. خدا کنه که ما قصه دار امام حسین باشیم. تا قصه دنیا ما رو گرفتار خودش نکنه. واقعا عزادار امام حسین از هر عزای دیگری نجات پیدا میکنه. من یادم بارها عرض کردم محضرتون که ما بچه که بودیم یه همسایه‌ای داشتیم، یه همسایه میومد گاهی اوقات به مادر ما کمک میکرد. حالا قدیما اینجوری بود، همسایه دستشون دست هم دیگه بود. خیلی خدا کنه که این اتفاق ادامه داشته باشه. بعد یه موقع مادرمون سر یه مسئله مشکلی داشت، همین داشت کمک میکردم، با هم دیگه کار میکردم. من تو آشپزخونه بودم، دیدم اشک از مادرم جاری شد. اون همسایه اومد گفت خواهر جون برای چی گریه میکنی؟ تو دنیا هیچی ارزش گریه نداره مگر رقیه ابا عبدالله حسین. من یادم نمیره تا این جمله رو مادرم شنید، تذکر دیگه آدم گاهی یادش میره. یبن شبیب ان کنت باکیا فبکی للحسین. گریه تو این عالم برای هیچی ارزش نداره، فقط برای ابا عبدالله ارزش داره. من یادمه تا مادرم این جمله رو شنید یه دفعه صورتش باز شد. قصه این امور غیر از قصه اهل بیت یادش رفت. بعد من یادمه مادرم به اون همسایه‌ام گفت خواهر جون بر من یه روزه میخونی؟ یه روزه همونجا سر ظرفشویی داشتم، اون شروع کرد روزه از رقیه خوندن. عادی داستان از رقیه تعریف کردن. مادرم گریه کرد، ولی اون گریه ما میفهمیم جنسش با اون گریه قبلی فرق میکنه. عزای امام حسین جنس گریه ما رو تغییر میده. لذا این نکته که شما فرمودین که یک بهجت دیگری از یک جنس بهجت معنوی تو وجود ما هست، این واقعیت داره. و انشاءالله اینو حفظش بکنیم. بعد از محرم هم انشاءالله با خودمون عهد ببندیم. دنیا ارزش قصه نداره، دنیا ارزش حسرت نداره. انشاءالله هر چه ما میخواییم عزاداری بکنیم، اشکی بریزیم، آیندم فقط برای امام حسین جمع بکنیم اشکی. من مخلصی. سلامت باش. یاد فرمایش پیامبر افتادم به پاره تنشون حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمودن فردای قیامت هر چشمی گریانه مگر چشمی که توی دنیا برای امام حسین مصاحب حسین گریه کرده باشه. میدونید چرا؟ چون یوم تبلی السرائره. این اشک برای امام حسین چون اشکیه که از جنس افسردگی و قصه مادی نیست، حقیقتش یک نوع بهجت و یک نوع نشاط رسیدن به قافله ولی خدا. اون دنیا به این صورت ظاهر میشه. سر و حقیقتش آشکار میشه. حالا به نظرم فقط اون دنیام نیست، این دنیام هست. آره من شادترین افراد رو رفقام رو در هیئت‌ها پیدا کردم. این اصلا حالا هر کسی که تجربه کرده این فرمایش شاید تئوری شما رو عملاً هممون سال‌ها داریم تجربه می‌کنیم دیگه. یا مسیر 40 انشاءالله به زودی بریم 40. ببین چه حالتی توی همه اونایی که دارن میرن ظاهر امام حسین. بعد اون شادی از جنس عجیب و غریبیه که
تا نچشی گفت حلوای تنترانی تا نخوری. واقعا یعنی اصلا نمیشه بیرون گود باشی بتونی اون رو درک بکنی، باید بیای داخلش تا بفهمی لذتش، طعم خوشش شیرینیش. بخوام با اصطلاح قرآنی بگیم، خدا نهی میکنه که از فرحین باشیم. فرح به اون معنا اینه که انسان غافلانه شادی بکنه، یعنی مستی بکنه. اون نشاطی که توی خیمه ابا عبدالله الحسین هست مستی نیست، غفلت نیست، نشاط وصول به ولی خداست، نشاط ملاقات با خداست. میدونید شب عاشورا عابس و بریر و حبیب ابن مظاهر و اینا کنار همدیگه بودن، بعضیشون با هم شوخی میکردن. آره. یکی ایراد یه بابا الان وقت شوخی نیست. گفت الان شاد نباشیم که شاد باشیم. ما که تو خیمه امام حسینیم، ما که فردا با همین آقا به ملکوت اعلی و تو شهادت و بالاترین مقام ها میرسیم. پس شادی مال کیه؟ ببین اون شادی شب عاشورای بریر و عابس و حبیب با شادی اونایی که تو جبهه مقابل بودند و مستی میکردن، پر از غفلت بودن، از ظلمت شاد بودن خیلی فرق میکنه. دقیقاً. ما سلککم فی سقر، چی شد رفتیم تو جهنم؟ اونا گفتن کنا نخوض و مع الخائضین، یعنی با اونا که تو غفلت دنیا بودن ما هم غفلت زده شدیم، ما مستی کردیم، اهل جهنم شدیم. آره میگم همین دنیاش هم همینطوره. ماها خیلی وقتا خیلی سنگین میریم تو روزه تو هیئت، بعد سبک آرام همراه با یک طمأنینه ای از هیئت برمیگردیم، با یک وجد و شعف باطنی. اون شوخی هایی که برای بچه‌ها بعد هیئت و اینا با هم دارن همش مصداق همین موضوعه. چقدر خوب که حالا از اشکم شروع کردین و از این جنس متفاوتی که داره و ذکر خیر از زهرام شد. من یاد این دو بیت افتادم، بخونم اگه اجازه بدین، بعد بریم و برگردیم و بریم وارد بحث اساسیمون بشیم. گفتند حسین و سیر عالم کردند، تا دوره سال را محرم کردند. این چای که در مجلس او می نوشید، از کوثر اشک فاطمه دم کردند. به خاطر همینه که متفاوته. گفت اشک عطای خداست، هدیه خیرالنساست، نیست کسی لایقش غیر گدای حسین صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب راجع به اینجا یه چیزی نگین، خیلی جای با صفاییه. من اولین بار اومدم اینجا. اولا که به صدا خیلی خوش آمدید. مخلص شما هست. قدم به چشم ما قومی ها گذاشتید. محبت دارید. ما افتخار داریم همسایه از معصومه هستیم. خوش به سعادت شما. اطراف این بی امامزاده های خیلی خوبی هستن. آره. واقعا به برکت بچه های موسی بن جعفر ایران ما پر از چراغ شد، پر از نور شد. الحمدلله. این امامزاده یکی از اون انوار مقدس با 3 تا واسطه به حضرت ابوالفضل عباس میرسن. از فرزندان ابوالفضل عباس هستن. قومیا به این وجود مقدس میگن شاه سید علی. امامزاده سید علی اینجاست. از این شاه ها واقعا شاه حقیقی اینا هستن. ما تو قوم الحمدلله زیاد داریم. شاه احمد قاسم و دیگر عزیزانی که به برکت بیبی جانمون حضرت معصومه اینجا قبر مطهرشون هست. این سرا و اینها هم الحمدلله عزیزان اوقاف به اینجا رسیدگی کردن، امامزاده رو توسعه دادن و ما الان توی استودیوی اینجا هستیم. خیلی خوب، خیلی خوب. آره این پرچم از سلام علیک یا ساقیت ها شاه کربلا که زدن خیلی به جا و یه نمای خیلی قشنگی داده تو این ایام. محرم ان شاءالله با هم بریم آیا سلیزا کربلا. همین ایام توی حرم همین جا، یعنی ورودی حرم است ابوالفضل جد بزرگوار ایشون این جمله نوشته: ارکب به نفسی انت یا اخی. داداش جان برو سوار بر مرکب بشون، جانم فدای تو بشه. به نفسی ان، جانم فدای تو بشه. شب عاشوراست، بعد از ظهر تاسوعا وقتی صدای سر و صدای بلند شد، حضرت زینب به امام حسین فرمودن که داداشان چه خبره؟ از لشکر دشمن صدا میاد. حضرت فرمودن داداشان برو ببین چه خبر شده. ابوالفضل رفتن برگشتن گفتن داداش اینا قصد حمله دارن. امام حسین علیه السلام فرمودن که ازشون یه شب مهلت بگیر. والله یعلم انی احب الصلاه.
و دعا و استغفار و تلاوت القرآن. من این 4 تا چیز، این 4 تا محبوب من تو دنیا دارم. یه شب میخوام بیشتر تو دنیا باشم، این 4 تا محبوبم رو انجام بدم. میخوام بیشتر نماز بخونم، میخوام بیشتر دعا بکنم، استغفار بکنم و تلاوت قرآن بکنم. یادمون باشه عزیزم، محبوب‌های امام حسین محبوب ما هم باید بشه. تو این ایام این 4 تا رو انجام بدیم. بعضیا حالا تو هم شهر قم که الان شما اینجا هستین، هی مثلا مسافران میان آقا یه استاد معرفی بکن، یه ذکر، این حرفا. واقعا حیف آدم محرم بیاد استاد عالم امکان ابا عبدالله الحسین براش اشک میریزیم ولی محبوب امام حسین محبوب ما نشه. حداقل تو محرم نمازمون رو جدی بگیریم، حداقل تو محرم قرآن خوندن رو جدی بگیریم. آره من در خدمت مخلصیم. خدمت از ماست. هرچند خیلی دلم می‌خواست همین جمله آخر شما رو بگیرم و بریم یه جایی اونجا. تقصیر خودت آقای نوکر شما. بابا شما رو می‌بینیم دلی حرف می‌زنیم. فدای شما بشم. محبت دارید، اختیار دارید. لطف شما و ذره پروری شماست. سلامت باشید. یه سوالی ذهن حقیر رو درگیر کرده. اگه صلاح دونستین راجبش صحبت کنین، اگر هم نه هر جور که تدارک دیدین. یه عبارتی هستش که خیلی‌ها فکر میکنن حدیث هست، کلام معصوم هست، نیست، اما حرف خیلی حقیه، کلام خیلی حق و تأمل برانگیزی هم هست و اون اینه که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همه روزها عاشوراست و همه زمین‌ها کربلا. این یعنی چی؟ ببینید حقیقتش اینه، مردم ما الان 6-7 شب رو امتحان کردن، رفتن توی عزاداری‌های امام حسین، مجالس امام حسین. من میخوام بگم عزیزم، هنوز امام حسین به شهادت نرسیده. چرا تو 10 روز 15 روز قبل شهادت امام حسین شروع میکنی؟ روز شمار میذارن. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه، فرقی هست بین شهادت امام حسین و شهادت و کشته شدن همه عالم. یه فرق جدی هست. یه ذره این فرقه رو بپردازیم پاسخ شما روشن میشه. ببینید امام حسین علیه السلام جملات آخرشون که اصلا به خاطر این جملات و شعارهای آخر انگار حضرت رفتن به شهادت رسیدن خیلی پیام داره. شاید متحری میفهمند که اصلا امام حسین به خاطر بلاغ و تبلیغ به شهادت رسید، یعنی یه پیامی داشت، این صحنه رو چید که این پیام رو به عالم برسونه. ما الان رسانه داریم، این قاب تلویزیون داره یه پیامی رو به مخاطب انتقال میده. شاید متحری تشبیه میکنه، میگه صحنه قاب تلویزیون، مثال دارم میزنم، تلویزیون تبلیغی امام حسین کربلاست و حضرت برای این برنامه‌ریزی کردن. ببینید حضرت دیدن که آقا مخاطبین من تا قیام امام زمان، تا قیام قیامت کیا هستن؟ میگه قطعا کودکان هستن. از جنس کودک آورد هم به خودش. مثلا صحنه کربلا رو ببین، کودک دختر، کودک پسر، از رقیه جانمون عبدالله ابن حسن مثلا. نوجوان آورد قاسم ابن الحسن که این شبها شبشه. نوجوان آورد از دختران فاطمه بنت الحسین. بزرگسال دختر آورد جانم فداش بشه سکینه بنت الحسین. بزرگسال پسر آورد جوان کربلا علی اکبر، جوان اول کربلا. دید آقا یه عده‌ای هستن اینا با معرفتن، جوان مردن، آقا هستن، براشون ابوالفضل آورد. تو عالم شما بگی ابوالفضل، هر کسی ذره فطرت جوان مردی تو وجودش باشه میگه یه ته جوان مردای عالم میشونه، دیگه اصلا یه حرفی نمیزنه، یه ته خطشون. با همه این لشکرش یه پیامی رو به عالم انتقال داد. حرفشو که زد گفت الان وقتشه این پیام رو بیمه بکنم. چیکار کرد؟ خون خودشو داد. شهید مطهری میگه صحنه رو خونی کرد و رفت، امضای خون کرد و رفت. ببین امضای خون شرط خلوص تبلیغه. من الان شما صحبت دارم میکنم، از کجا من واقعی حرف بزنم؟ شاید من دارم فیلم بازی میکنم، شاید اصلا برای پول اومده باشم، شاید برای شهرت اومده باشم. از کجا من نشون بدم که آقا این حرفی دارم میزنم از دله، واقعیه؟
یه دلسوزی تو توش هست زمانی که جان بدم. یاد یه باید جان که چیزی نیستش که خدا رحمت بکنه شهید رئیسی همین الان به فیش. آره ببین اونجایی که این واقعا تو اون کوههای آذربایجان شرقی نقطه صفر مرزی اونجا به شهادت رسید، همه این مردم عزیزمون یقین پیدا کردن این دنبال دنیا و دنبال شهرت و یه چیزی جمع بکنه نبود، جان بر کف داشت برای مردم کار میکرد و واقعا جانش هم گذاشت، خلوص و مردم یقین پیدا کردن. امام حسین تو اون پیام تبلیغیش اوج اخلاص خودشو نشون داد، تکوند خودشو توی گودی قتلگاه. این عبارتیه که منسوب علامه حلی منسوب میکنن به امام زمان علیه السلام که واقعا شبهه شده بود که چرا خدا اینقدر امام حسین رو تحویل گرفت، چرا اینقدر شفاعت، اینقدر ظاهرش اهمیت داره، اینقدر گریه برای امام حسین اهمیت داره. منسوب به امام زمانه که حضرت فرمودن جدم ابا عبدالله هر چی داشت برای خدا تکوند، خدا هم هر چی داشت داره بهش داره میده. فسوف یعطیک ربک فترضی، خدا انقدر بهت میده تا تو رو راضیت بکنه. رضایت امام اینه که امتش به هدایت برسن، چون امام پدر امته. ببین پدر چه موقع راضی میشه؟ با پول راضی نمیشه، با سعادت بچه‌هاش راضی میشه. امام حسین اصلا با کشتی نجاتشون دلش میخواد همه رو نجات بدن، لذا اینقدر شفاعت امام حسین گسترده است تا امام حسین راضی بشه، چون امام حسین هرچی داشت داد در راه خدا. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. به نظرم مقدمه خوبی چیده شد تا انشالله مفصل از فردا شب بپردازیم به این موضوع که چرا امام حسین یکی دونه عالم هستیه، آقای خاص دنیاست. شما با توجه به کلمات پایانی روزها و ساعات پایانی مبارکشون میخوایم بفهمید. خیلی ممنونم. اوامری ندارین؟ زنده باشید، محبت دارید، مخلص شما هستید. آبرو خواهی اگر هم در زمین هم آسمان، با حسین ابن علی ابن ابی طالب بمان. الهی که تا آخر عمر با ارباب بیکفنمون باشیم، از سر سفرشون جای دیگه نریم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.